دوستان سلام. این شیخ پری از چند روز قبل تو بوق و کرنا کرده بود که میخواد بره اتریش و ال کنه و بل کنه و معامله کنه و پول بیاره و از این حرفا. رئیس جمهور عصر امروز راهی اتریش می شود. آقای روحانی به دعوت همتای اتریشی و در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به وین خواهد رفت. هیئت اقتصادی و تجاری ایران شامل 110 فعال اقتصادی است. سفر آقای روحانی تا پنجشنبه 12 فروردین و سفر هیئت اقتصادی ایران به اتریش تا جمعه 13 فروردین ادامه خواهد یافت. بله شیخ پری شال و کلاه که چرز کنم، شال و عمامه کرده بود که بره، اما به ناگهان پا رو گذاشت رو ترمز و گفت نمیرم. دفتر رئیس جمهور 2 روز پیش اعلام کرد سفر آقای روحانی به اتریش به دلایل امنیتی به تعویق افتاده. آخوند کله پوک فکر کرده تو عصر تیرکمون زندگی میکنه، حالا یه دروغی میگه و بعدم تمومه. خب آخه چغندر، تو نمیگی رئیس جمهور اتریش زنده است؟ نمیگی این کشکیاتو میشنوه و بعدم تکذیب میکنه؟ رئیس جمهور اتریش میگه علت لغو سفر رئیس جمهور ایران به اتریش دلایل امنیتی نبوده. هاینز فیشر با ابراز تأسف از به تعویق افتادن این سفر گفت هیچ خطر امنیتی این سفر رو تهدید نمی‌کرده. فیشر گفته پلیس اتریش برای سفر آقای روحانی تدابیر بسیار شدید امنیتی در نظر گرفته بوده. فیشر که دوران 12 سالگی ریاست جمهوریش 18 تیر امسال تموم میشه، گفته سفر آقای روحانی دیگه به دوره ریاست جمهوری من نمیرسه. با این حساب آب پاکی رو ریخ رو دست شیخ پری و بهش گفت حالا که نیومدی دیگه صحبت تعویق و این حرفا رو نکن، لااقل تو دوره من دیگه خبری از مهمون بازی نیست. بعدم حرف الکی نزن، بحث اصلا بحث امنیتی نبوده. اما اینجا یه سوال موشکافانه میاد روی میز. آقا اگه بحث امنیتی نبوده پس بحث چی بوده؟ جوابو از رئیس جمهور اتریش بشنوید. هانس فیشر همچنین درباره رفع تحریم‌ها و حل مشکل سویفت بانکی افزود. موضوع لغو تحریم‌های سویفت در حال حاضر در جامعه بین‌الملل به ویژه در آمریکا در حال بررسی و گفتگوست و اتریش و اروپا به تنهایی نمی‌توانند تحریم‌های سویفت را لغو کنند. که اینطور؟ خب آره دیگه، شیخ پری کلی به شکمش صابون مالیده بود که الان میره اتریش و سویفت وصل میشه و خلاصه میتونه از آب برجام یه کره‌ای بگیره. اما دید نه بابا، این خبرا نیست. این که رئیس جمهور اتریشه میگه اولا من کاری نیستم، ثانیاً قضیه باید تو آمریکا حل و فصل بشه. خلاصه این که وقتی دیدن این داستان به چنین فضاحتی ختم شد، یه خبر دیگه جور کردن که این بود: 8 موافقتنامه همکاری بین ایران و اتریش به امضا رسید. این موافقتنامه‌ها در حوزه‌های بانکی، انتقال فناوری و تولید مشترک قطعات خودرو، داروسازی، صنایع فولاد، ساخت بیمارستان و تولید محصولات با برند حلال و به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار است که در نشست فعالان اقتصادی ایران و اتریش در وین امضا شد. دیگه بابا کار از کار گذشته، اون که باید میرفت نرفته، حالا تو از فعالان اقتصادی میگی؟ شیخ بنفش، با این چیزا که نمیتونی دلیل واقعی رو بپوشونی غیر از این که از دست خالی برگشتن ترسیدی. موشکاف خبر داره که از یه چیز خطرناکترم ترسیدی. بله، از ترس بلایی که وقتی رفتی پاریس سرت اومد، تظاهرات بزرگ دشمنان نظام. موشکاف از اتاق رئیس جمهور اتریش خبر داره که علت ترس تو از دشمنان نظام بوده. بنازم اشرف نشانا رو که تو پاریس درس خوبی بهت دادن.